سلام عشقای داشتلی، حالتون چطوره؟ امروز اومدم با چند تا چیز جدید که توی این سیزن اضافه شده. اولین چیز همین سی پی دوبله که اضافه شده و خیلی خوبه، یعنی که راحت 2 برابر سی پی بگیرین. بعد این باکسایی که تو مولتی و بتل رویال هستش و اینو که اینطوری بزنید، اگه گزینه اوتو رو بزنید شانستون خیلی بیشتره، بهتون توکن میده برای 2 تا گان و یه دونه هم نایف که توی بتل هم هستش و با هر بار رفتن بتل یا مولتی و ویکتوری کردنتون میتونین یه دونه این باکس ها رو بگیریم. و از اینکه این باکس ها رو کنار گرفتین، توی این قسمت اگه بریم ببینین یه دونه ایونت اومده داخل این قسمت. اولین گزینه 117 متیک نایف لجند و CR56 لجند که میتونیم به راحتی دریافت کنیم و خیلی هم گانش خوبه. انصافا نایفش هم خیلی عالیه. ممنون میشم لایک و سابسکرایب کنید.